اینم یه ماهی فکر کنم شیره، خیلی بزرگ. ماهی چیه این؟ ماهی تونه. ماهی تون. آره این ماهی تونه که کیلو چنده؟ بیا باشه. سلامت باش. آقا این ماهی چیه؟ یه توضیح میدی راجبه؟ این ماهی هاوره. بله هامور. هاوور. خب بیشتر برای ماهی تون استفاده میشه، تحجیل استفاده میشه، میتونی خورشتش هم پوشتش هم قرمزه. کیلو چنده؟ معمولا اینجا قیمتی نداره ولی سمت بندر عباس قیمتش بالایه. تو 200-250 میشه، اینجا اولوش 80 90 100 کیلو 80 90. برای سرخ کردن و اینا خوبه یا نه؟ بدن فقط برای ماهی تون شرکت ها استفاده میشه. تحجیل میشه، تون میشه، ماهی شیر میشه. دست شما درد نکنه، ممنون، موفق باش. همینجا ماهی رو خودشون براتون خورد میکنن، پوست میگیرن و پولکاش رو میگیرن و پاک میکنن بهتون تحویل میدن. اینم به این صورت پولکای ماهی رو میگیرن، پاک میکنن و بسته بندی میشه، تحویل مشتری میدن. به همه جای ایران هم فکر کنم ارسال میکنن.